علی وایسا. نه تو پنداشی هم میزن. علی بشین. علی بشین. بذار این هر موقع رفت بعد میذارم. ولی یه ثانیه بذار. من اینقدر کسکش نیستم، حواسم علی نیست. دل شد بزن. اوه. بچه‌ها میگم من رفتم. بابا بیا بشین بابا. بیا بشین. رفتم. تو سورنا بودی؟ مجید سورنا بود، کی بود خواننده رپر؟ علی سورنا. علی سورنا بود. ادیتور عزیز علی سورنا. نکن، گفت اینو معرفی کردم سری که آهنگا علی سورنا رو میاد. فهمیدی؟ من امشب بعد مستم. خوب بعد یه چیز دیگه، موقع ادیت سلامو بگو اول. نه با اینا واسه ادیتوره قبلش ها. موقع ادیت رو صورت اینا که میریم موج مکزیکیش کاشه بی باز میشه. خب اینا رو یاد باشه. خب یه بار تو کوچه کوچه بومبسته شروع کنیم. با نام یاد خدا. هلا دیگه چطوری بچه خیلی خوش اومدید به چنل خودتون، یعنی چنل تانوب یا شماش فرقی نمیکنه. امروز دور هم دیگه جمع شدیم با یک و دو سه و چهار تا کسخل خودمون دو تا هم جزشیم تا هم بگیر قیافه تکلیف بچه‌ها رو بگیر. خب بچه‌ها اول معرفی میکنم. سورنامونه، علیچی خایمالمونه، محمد چتبازمونه، اینم که فرجی چونیمونه. یه آبی داریم دیگه هم کتابه منم که علیونی که هم تا اینجا هستیم. خب بچه ما امروز یه چالش داریم، فضای ذره کمی نمیشه نشون داد. یک و دو سه و چهار و پنج تا، ما اینجا 5 تا لیوان داریم، 5 تا رنگ مختلف. کنار لیوان ها جایزه گذاشته. حالا جایزه ها چیه؟ کش نه 2 تومنی ناکن پول رایج مملکت، یه 2 تومنی، یه 5 تومنی، یه 10 تومنی، یه 50 و یه سدی. ناکن اینطوری کش نخ کار کشار نکن. خب بابا چیکار داریم؟ اینا رو بگیر. ببین چالش اینجوری که بچه‌ها میرن اونجا میشینن با توپ پینگ پونگ که شبیه تخمای تاها خرد میشه تو یه دونه ای لیوان ها. اگه تو لیوان افتاد کنار هر لیوان یه دونه واحد پول گذاشته، اون پول رو میبره. ولی اگه نیفتاد کجاست این برف شادی ها؟ اونجا وایسین با همین برف شادی ها میزنید تو سراخ کنش شد. ببین با توجه کنیم به خاطر نیفتاد تو لیوان، این برف شادی میره تو این کاسه و میگه آی همین کاسه رو بکنم تو دیگه برفش رو خودت. آره هیچی دیگه تا بریم واسه ویدیوهای دیگر نه تو آخر فیلم مگه. خب من ریدم اینو اوکیش میکنیم بچه‌ها، پاکش نمی‌کنه بذار خسخول بودن من ثابت بشه. آره با ما همراه باشید ادامه چالش رو ببینیم. خب بریم سراغ نفر اول مستر فرجی چونی معرفی میکنم. بابا برو عزیزم آقای فرجی هستنشون. بفرمایید آقای فرجی. چون ضربه اول آروم باش برخورد میکنیم بچه‌ها. ما خیلی آرومای خوبی هستیم، خیلی ملایمی. همیشه ضربه اول ملایم بوده. میبینید که خیلی ملایم با ملایمت رو بیارم. من آیفون دارم. گوشی نگاه داری. آیفون مال کیه؟ مال محمده. ایکو مال کیه؟ من میگم فریدی چونیه بخاطر اینه. میتونم انصراف کنم؟ نه عزیزم بیا آجی 100 تومنی برق میزنم. آقا احساس کنم روزم با آتش شدی بود کنیم. تو فقط کیر منو نخوردی امروز یه روزم آتش شد. سب اول استرس رو با وارد کنیم. آره ایزم ببین محمد اصلا واقعا این مشکل اینو داشته باش. من تمرکزم روی اون تارگت آبیه. خب بله محمد اشتر تو محمد تمومه. نه یه لحظه اشتر با ملایمت تا دیگه این دست ما هم بده. رو دو بزن یک من نه منابط اینه سر تریلایی که قراره با هم بابا چیشی بدبخت حقیقتا تو رفیقمه هر چی مرزم این خیلی ناگاهی خواهی کرده بچه چه شدید اینه داره برق نبی همه سالم بود یه بار دیگه میشه نه دادای ایدز میگیرن بلکن ظرف کرد اصلا نه شروع کن خایمالان در جهان صنعتگرن، خایه میمالن و لذت میبرن. تارگت 100 تومانی بگیزن خدا بس دیگه
آخر بازی پولتو ببر. نه میخوام الان میخوام. اینو بخوام. یکی دیگه اگه 100 تومانی زد چی؟ تو 100 تومانی الان امروز نهار کجا بخوریم داداش؟ عشق من محمد. خب بیا عزیزم. تو خیلی آدم حرومزاده هستی، من الان بهش پی بردم. یه بارم به دور دوم نکشید. پارچه رو بیار یعنی. آره نیاش. 35 تومن بده کاری. نیاش. کجا میروی؟ چیز ریخت و باش کردم مثل. خب بچه ها، من تصمیم گرفتم یه آپشن جدید اضافه کنم به اسم برفا کنم. بریم با من همراه باشید. من بینه برف شادی میخوای یا برف بالکن؟ اسنایپر. رو اسنایپر. من یه چی گرفتم. نه باشا. محمد اومدی تو کار سایت تو رو باید برینه. نه گرفته. جدی؟ یه دور دیگه. چرا میزنی؟ نوبت من کی نیست. علی بلند شو علی بیا. فکر کنم من بازی نیستم. جان مامان. مال میشین شما کجاست؟ من باید برم. من مامانم زنگ زده. من بزن. نه من مامانم زنگ زده. گیر میدن شیر. محمد از اونجا بلند شو محمد. از اونجا بلند شو کلا جلو دوربینه. خب علی پورتال تو پورتالش باش. این ورش هم بده. این ورش هم بده. بچه‌ها یادتون نره چنل منو ساب کنین قبل تو صورت. چه خبرته؟ الان به خوایا بابا چیز نمیخوام. من پول نخوام من پول نخوام باید کی تو ببینم؟ میتونی برو. دستم تو. حتی نزدیک. خیر زدم. من قراره به گو بدم. خیلی دوستتون دارم بچه یادتون نره چنل من ساب کنین اکتونیک سرچ کنین بالا میاد تو دیسکریپشن هم براتون آیدی میذارم اگه همینی که خفه شو تبلیغ نکنم. خب کپشن. الله الرحمن الرحیم. آقا دست گرفت. یه بار دیگه برمی‌دارم. چه انگشتش چیزی یه ذره مستقیم. آتا بشین تا نوبت توه. من ببری کلا برگزار کنندم. بشین یه دور کمان. تا بشین تا من زبان من من باطل میشم. سوال می‌زدم. دوست دارم بزن این قسمت بزن من دهنم بسته باشه. ببین شما از دران دارید خراب بشید. تا رفیقم من باید تا ببین خیلی بده خودت دهن تو ببندی خیلی بعدی دوباره شایمی یه این قسمت بعد قبلش بگو که من دهنم بنده رو تو من دهنم. آره کن بعد من بزنم آقا اصلا چی میشه؟ ناخواسته 3 تو 100 تومانی دار وای بابا چرا اینقدر لایک زدی؟ آقا حرمت کوچیک است علی درسته جلو دماغش گرفته بابا دماغم شکست بلم کنیم من دارم بعد بخورم منم یادتون بزن نه دارمش بکنم گوشم رفته. ها یکی بزنیم سب کن. یکی بزن تا با همین بزن ایت نه با این نزن ایت در کمینه چرا میزنی کن گشت؟ من خراب من تا فرصت نگیرم فکر میکنم تموم شد. خیلی تأثیر گذار. دیگه منو زدی منو استالم اوکی نیست برو. من آقا کات زد باید بزنیم یکی انگار پاشی بخورش تا پس کرده پس کرده خواب نریز درست نیست. محمد داداشم بیا آدم که داره دست بفرمایید آقا چیزه تو با خودم من قدر زیادی داری بلنده بچه ها سرم در نمیاد باید اینجوری کنم بیا این وقت خواهی نکن بلند شو. راست که اصلا بهش نگفتیم بزن همینجوری انداز. راست میگه. آره. الان 100 تومن من گیرش میارم من گیرش میارم میشه علی نزنه میشه علی تا چه میکنته نصیحت. قشنگ کن براش طراحی کنم ببین محمد اسم شیر بابا در میارم شیر بابا تو درت دهنت بریم عزیزینا رو یه بوق ریز بذار 3 علی وایسا نه تو پنداشی هم میزن علی بشین علی بشین بذار این هر موقع رفت بعد میزن ولی یه ثانیه بزن من اینقدر کسکش نیستم حواسم نیست بل شد بزن
این آس کرده برو بر حالا دوباره باید تایش کنیم. یکم آمدت کنم اردشیر فکر کرده خبری واقعا آره من 100 بردم. یا این منو زد من 100 بردم. الان نمیزنی تا موقعی که بهت بگیر بگیر نه با اینه رو نزد. نه بگیر این بعد من. بسم الله الرحمن الرحیم. تا کن اردشیر اینه که واسه تو اردشیر چه نعیش میده که به مالمش. ولی خدا وکیلی کار انداز خود کون اردشیره بابا هم نیا جلوی بچه برو اینجا بشین روی بچه جونی بشین رو پاش. اول جو بلند نشی جلو دور میگم نه بلند شو جلو دور 3 2 بای بای اردشیر. بای بای اردشیر. بشین آماده اردشیر آماده بگیریم سخته بری خبری ای زرکمین است. خب چیزه I'm fine. بیا برو سرت تو بشون میره تو چیشه میره تو چیشه. بعد از هر چیزی یه ایتونه میکنه کسری. باشه کافیسه رفت تو داره حتما چیزی میکنه بور میداره. نه فقط بوغ میزانه فقط بوغم چیزه کل ویدیومون بوغه بچه بوغ یارو فرشته که یوتیوبره چی؟ رضا فرشته. رضا فرشته گوه بخوره خب عزیزم دیگه تو کجا رفت واسه توپم برات میارم زیرشه توپاش همیشه زیرشه بابا جلو دوربین نباشی تو رو کنم دور رد نشه اردشیر حواست باشه یا بلند نشه بیای جلو نه این بزرگ دوست داره یه بچه هم حجیمی پس پولا رو گاهی خواه حجیمه بهش. کاندام هم نمیدن بکشی سر گیره گاهی پولای بگاه رفته نه هیچ کدومشون بگاه بسم الله الرحمن الرحیم و بیرن از تو صورتش هم نمیشه زرخ و بدبختی آب باشه دیگه هم به درد اینو بگو بگیره اینو بگو علی کن نوبت داداش علی مامان میام الان بلند شد چی نه مامان حالا بعدا میاد این آب باشه با داداش رخصت آب باشه با داداش رخصت داداش محمد رخصت داداش بزن سوراخ. اینو الان همه اصلا کینه‌ای من از بچگی عاشق بنتن بودم. از بچگی بیا بلشو بدم دستت باطنش بازی کن از دور گردش کن این پیزا دور بشه بیاد وسطش خواهی وسطش قشنگ خب بعدش بگیر جلو بلند نه کن جلو دوری به نظرتون شبیه چیه؟ قرار علی آب کن بکنیم داخل. حاجی ببین چه میلرزه. میگم میشه مستقیم تو دماغم اصلا نزنی دماغ نداریم دیگه. این بزن دماغو نزن به خدا هنو اشکم داره این بزن دماغ. ولی تو قبلا تونستی الان هم میتونی برو علی علی برو یا آب باش نزن این شیشه پاک کنه کس کن خب بعد شیشه پاپ کن بود. حاجی نزنیش. حاجی زنا کرد دهن من این شیشه پاک کنه چی نگفت. مال تا رو بذار علی پر کن. آه نه این خدا وکیلم حق منه. سب کن تا رو بزنم. یه سال وایسا الان میخوام یه فن لحظه آخر وایسا استادو بزنم فرگی برمیگرده میگه شیشه پاک کن بزن میره تو دهنمون تو 20 سال گیر تو دهنت میکنی چی نمی شیشه پاک کن گیر میری بچه کونی برو بر بسم الله ما چون تاها بهش احترام داریم دو تا هلو براش درست تو هم خایمالی مثل علی من 100 تومانی بردم با من بس. همه قد کافیه داداش اون مثل لاته آرد زده. بعد از این توفو درست کن. اجازه بده براش درست کنم. من همیشه به کم فرجی فرجی نها کن قشنگ فرجی قشنگ احمد شبا که میومد شبیدون باباته مال خودش باتی کانکتر آتی کاستوم درست میکنی. نها کن دول نداره همش تخمه وقتی بابات میگه میاد توی کافه بیا تو کافه تولد بری کافه. بله درست. خمسرش رو سرش خراب کردم.
بسم الله. سرچو مک بزن درست میشه. الان یاد آمد. الان یاد دیر گفتیم. من خودم یادم. 3 دست گذشته. ویک داداش عشق منی وایس آقاش منی ببین. آماده این؟ عشق منی. عزیز دلیم. چرخششو انجام بده. همین قراره من فرو کنم بشین. استاد هستم. خواهش میکنم. دیر یادآوری کردی. خودم هم یادم. علی شباکو تو برداشت شباکو برداشتیه. درست 50 گرفتی. 300 گرفتی. 50 پشت دادم. الان ردت کنم کار تمومه. یه 50 دیگه میخوام. بچه‌ها میخوام بزنم به علی قبل اینکه تو بندازم بستون باشه. یه چیزی گفت. اوکیه الان بچه‌ها دوربین میدونن چه خبره. بسم الله الرحمن الرحیم. یا اول فرض. بای بای. من به یه شرط میام علی رو بگیری. محمد من بزنم. اوکی میام. همیشه میگن چی؟ حداقل اون لیوانا مینداختیم بلد. برام قشنگ سرزین کن. بذار قلب براش. ها. قراره واسهتون ترید کنه. اگه ضربه ولی بخورم ببین اینطوری بزن میاد. چشاش از بزن. به فشارش یه کرد. از آن غم داره وایسا نکن. آقا نوکرتم یا علی چیزه قلب درسته یعنی یه ذره وسطش چیز شد یعنی مهم بازی بالا پایین هنوز کامل لات نشده. به شرط بذاریم اگه رفت همون برفشادیه چی؟ اگه رفت میکنم تو چون اگه رفت علی شیک میره اگه نرفت برفشادی. چی؟ اگه رفت علی شیک میزنه بیشتر رفت آره اگه زدی علی شیک میزنه باش اگه رفت علی شیک میزنم. اوکی بریم. ای بابا شیک علی ها دست بس دیگه عاملش کردیم. بچه اگه دکتر پوست و مو میشناسین حتما به ما معرفی کنید. لازمه واقعا. اقدر که چیزش تنفر دادیم اینجا خب چیزه چربش کنم داشت خودش شرط میشه به ما ماساژ بیا. اردشی من در تو این توانایی رو میبینم. برو اردشی برو. دارم بیا بیا یه ذره استرس بگیرم با استرس دوست داری؟ آقا خودش یه هموناست که دلش میخواد لاش به مالی بری پردهش نزنی استرسش هم دوست داره. یه دونه تو پر کن یه دونه من پر کنم. ویدیو یوتیوب همینه دیگه. نه بگیر بعدا لازم میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. من یه میاسب کن. اردشیر خدا بیا مرزا چه داشت من یه تو بچه ها دولش خوابید سری نکن بیا دنبال دوله فقط میخواد بماله یا دول یا توپ کدوم میخوان بزنن خفه شد دوتاش آقا تیریسامه برنامه تیریسامه آقا اگه نرفت یه دقیقه تمرکز تو سر کن. اردشیر اگه رفت تو سر داغ. خیلی براختار بلبل زبونی خدا میره امروز صبح نماز اردشی رو میزنیم. خدا امروز صبح نماز خوندم همین یه بار خواهی این همه جغ زدی حالا یه نمازی هم نه خونی یه ماه پشتش رمضان من بچه خوندم یه ماه رمضان جغ نزدی بچه ها یاد پاکم. بگیر یه ماه رمضان جغ نزدی من اول هفته شب هفته 14 تا 14 بار آفرین نه این جریمه است. این جریمه شدی تنبیه شدی رسافت جغی این همه پنجاه میخوام نه او گم شد. بیا. صد شد. میام نوبت من که نی چرا داری من بدردشی توی بردردشی گرفت الان اینو سعی دور آخر دیگه درسته؟ نه یه دور دیگه مونده. فکر آخر جمع آخر نباشه بیا اون چیزا رضا چیزو بیار براتو بیار. این اردشیر کیونی باید برنده بازیشه این که اضافه من یه داره دیگه که کیه؟ نه همینو بکن تو زد تو زیر نفر چه حسی داری؟ اول حس تو بگو. علی دستمال حس میکنم علی یه دقیقه تو گوشم صدا کف میاد یه دستمال تو خود کل زندگی تو کف بود حالا تو گوشت هم صدا کف بیاد صبر کن آره الان اوکی. آماده ای؟ چه الان احساس می‌کنی کدوم رو میزنی؟ صد بسم الله صد این راستی تازه چیز کرد بالا بزن شد
میدونم علی بشین داداش علی چیزی ازش نموند. علی داداش بشین داداش این میشه هزینه کردیم نباید حیف بشه اسراف نباید. خب فرجی بشین فرجی. خب علی راست. علی اگه با این پوزیشن بندازی نمیزنم. اگه با این پوزیشن بندازی راستی کاری نداره. حاجی من یه دونه زدم به زمین رفت تو اینا پریتور رو برام بفرسته. یاد نره. حالا نگاه کنیم علیه که میخواد از با این پوزیشن بندازه. اله. میگم با این یک پوزیشن درداری کونم با این پوزیشن به تجاوز شدنی. نارمال داداش علی جان تولد تا برو فرجی بش بزن به تو. دیگه الان دیگه وقتشه. دیگه بعد بزنمش بده. اونجا کی پشتم؟ محمد داش حواست به پشتم باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بچه 100 تومانی هم رو میبرم. بده اول اونو بده مثلا یه خورد تمیز کنم. هر چیز باچه رو بده. نه میخوام بعد آخر استاد فرجی نه چی بوله. دار روز است. نکن دوباره مثل دور قبل میمونه واسه. فرجی نه کلاس میمونه واسه خودت نکن. بیشتر پرش نکن بس. خب بسم الله الرحمن الرحیم. با رمز 11 را آره با چی بود؟ بازم به 11 را رمز 11 با نام و یاد خدا آغاز میکنیم. 3 2 1. بیا نه آجی دستمان با مخلفاتشون آدم نچات دیگه بیا اینجا. وایسا یه ذره کف رو منه کفی هم برید دیگه علی سی بابا چه صافه کیر کشیدم پشت داری توشی 5 ثانیه ما پشتمون کشیدن ولی بعضی ها پشتشون گذاشتن خب یه لحظه. ولی بچه من دودو من آه خسته شدیم دیگه. آره بیا من دارم. بیا مثلا مجازات به این میتونیم 2 نفر سیگار هم بریم نظرتون چیه؟ چیز شد یه ذره چیز آبی شما اینا. بسم الله الرحمن حس چی اول حس تو بگو. این مهمه. احساس می‌کنی میزنی یا تا میخوای من جاد بزنم میخوای من جاد بزنم بیا من بگه تو رو زدم میخوای داداش من ولی صبر من کمکت میکنم. خب لحظه اونجا وایسا خب این دو برو یا ابرفر برو تو کار. برو بر بزن یا علی بلدی بدش کن نه من که نمیزنم من نمیزنم داداش من نمیزنم رابرت محمد بیا عزیزم داداش من شد بازی این چیزه تا این جدیده هم بزنه بازی تموم شد جدیده با من تنها پلیری بودم که به حقش نرسید برای هر نفر آخرین شات آخر تو محمد همیشه میدونم تو حقت خوب آخرش بعد دراز بود حاجی میگن با تو کلابش آخرش میخوابه آخرش میخوابه این دیگه سهم در زندگی سهم تو در زندگی این خیلی دیگه شما من میدونم خدا من ندارم محمد چیزه این یه دونه میخواد بزن این خوب بزن سوبلکیره دیگه نه که دبلکیره بسم الله الرحمن الرحیم با نام و یاد خدا محمد میرم حاجی این خیلی به شخصه گرفت حاجی خصوصا شخصی راضی بود آقا Stop it. Get some help. بچه من این 100 تومنم رو بردم حالا اینو اینو از سر سیری میندازم چون بالاخره آن مگاد حالا تو همیشه مال من هستی میخوری از تسیری مال دار هم میخوری اصلا برام مهم نیست مثلا برف اینقدر بیاد تو صورتم یا اینقدر 100 تومن ولی اینقدری میارم داخل دیگه اون رو برات مهم من که 100 تومن یه دونه فقط نه دیگه تو دیگه خیلی دیگه واسه مهم نیست باره واسه مهم نیست من 100 تومن دیگه جنده چی یه دونه بره داخل چه دو تا فرق حالش بره داخل علی کنه تو دماغم در
دماغش درد میکنه. من این بزن. میزنم صورت شهرمان تو اون ولی صورت. نه تو بعد از با دست راست از این بر بزنی علی با دست راست بره داخل زهره علی نه. اونا زبدری دوست داری ها؟ حالا نه داداش حرف حرف بدیه من میدونم اینو اصلا هیچ نه اصلا واسه تو هیچ. من 3 تا انداختم 2 تاش افتاده یکیش نیافتاده اوکی حساب شیر داره میگه آره اون حساب نیست ولی افتاده واسه دیگه بچه به پایین یس 102,000 تومان بیا بزن تو نزدی بیا بزن بزن یه بزن دلت خوش. داش میگم نوبت ما هم میرسیم نمیخواستم You have a nice ass. والله العظيم you are gay. Don't say this to me. والله you are gay. والله you are gay. چیز شد یعنی اوکیه بچه. I'm fine. آی کونی Do me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man. Shit. برو تو میسی من در تو این توانایی رو میبینم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه دونه از اوه شیت بزنم. سوال میپرسی پین علی با لحیان ضرب آخر رو میزنه. بچه ما آدم کسکیشی هم همونطور که تو ویدیو متوجه من خیلی آدم کسکیشی هم یوتیوبر کسی یک عدد یوتیوبر کسکش اولین یوتیوبر کسکیش ایران که الان قراره به گا بره توسط اردشیر. ببین من تا الان خایه‌هامو داده بودم دستتون نمیخواستم ناامید بشین یوتیوبر پیدا کردم الان برات من نوستاد شیفو رو برات میزنم از کیوری الان پای علیه که کسکش میندازه بیرون برفشاری میاد تو صورتش ادیتوره که این قسمت رو میاره بده یه چیز توپشو بهش بده. بیا نه نه اونو بهم بده. تو پام لا پامه میخوای بیا بدمه نه اون تو پانه. کمان به. چه خبره اون نرازی بریم کنم که یعنی تو ببینین حالا شاید خیراتی شد ایوان رو غلط کرده. بچه‌ها یه تخم می‌کنید. کی میمیری آیه عزیزی ما بچه‌ها یه خداحافظی که از سر نامون خداحافظی با بچه هم می‌کردیم اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم. بزن همه رو زایی کنید. هیچ سه. تجاوز کنم. دو من قول داده بودم به بچه‌ها. فیلمو تمام شد. برو تو میتونی علی. من در تو این توانایی میبینم علی. آفرین علی آفرین خب بچه‌ها به پایان این ویدیو رسیدیم. خب تا خودت برای زمین جمع کنید. علی سر این جمع کن داداش. آجی بشخواه رو سرش. بلند شد چرا داری؟ زم کن بسید. من میدونم گور شدم شما منتظرین ولی میخوام فن محمد بیاد. استاد تا رو بهتون یاد بدون بدم. من فن آخر بزن صبر کن اینو به این صورت که شما گرفتین یه چرخش ریزی به توپ میدین و توپ توی این جعبه قرار میده کسکش با دستمال جنگی چیز اینجا محمد حقیقتا ما حرکت امتحان کردیم تو هم میتونی الان امتحان الان کنی امتحان میکنیم بلند بچه‌ها محمد کافه کار میکنه بعد همینا رو تمیز سه الان همه با هم تمیز میکنیم چی نه من بابا فن آخر استاد بزنم بزنیم 3 2 1 اوه این چرا اشتباه کردیم نگاه نداری ولی توف میتونم آخر اون بشه مثلا تیره من میگه آدم چونش سفید باشه شانسش زیاده تا خب بچه‌ها ویدیو تموم شد 102,000 خب بچه‌ها به پایان این ویدیو رسیدیم بیا تو بیا اینجا تا بیا من قهرمان ویدیو شدم اینو ببر عقب‌تر بچه آبی همه پرسپولیسی ها فشار بخورن آب 100 تومانی آبیه کامنت کن 2 تومانی هم آبی استقلالی که پرسپولیسی بیا اینجا تا من یه صحبت ریش نه بازم خیلی چیز نه این بیت سنگینه رو بزن چون سردشیر برنده چیزه بچه به جای دست گلتون نصفش نیست حالا من بگم خب بچه نفر اول بازی اردشیر شد با 102,000 تومن پول شبش در میاد دیگه نمیخواه بره کیون بده 50 تومن پول داده رو مشهد با هم بریم دنیا هاتاگیش میده اینجای ماجرا و در آخر مرسی که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین کسخل بازی ما رو تماشا کردین با این
4 تا کسخل و او یه بنده خدایی که رفت اون البته کسخل بود حالا بین خودمون باشه هر کدوم خدا کسخل بیبی تو بیبی جنده احمد تنهایی جنده چی بود دیگه آقا بچه‌ها تا بیشتر از این جنگ و دعوا رخ نداده خداحافظی نه وایسا بچه‌ها سابسکرایب و لایک و نمیدونم کامنت و من لخ شدم و حتما تو کامنت ها بگین که کی همه حرفه‌ای تر بود کی همه کسخل‌تر کی همه کسکشتر یادتون نره چالش بعدی چی؟ آره چالش بعدی کسچر زیاد میگیم ویدیو تایم زیاد شه برای یوتیوب مظلومم کی بود من بودم دیگه چونی بودی خب بچه‌ها بریم خوش